زمانی که غرق در دنیا شدیم، غرق در شادی، غرق در غم، غرق در گناه، یهویی صدایی میشنویم: حی علی الصلاة. بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی من. الله متعال در روز 5 بار ما رو صدا میزنه که از من فاصله نگیرید. الله متعال میخواد ما رو نزدیک خودش نگه داره و الله متعال این ماه رمضان رو در بین سال قرار داد تا کوله‌بار گناهایی که بر دوش داریم و گناهایی که در طول سال انجام دادیم در این ماه رمضان جبران کنیم و به الله متعال نزدیکتر بشیم. سلام. إن الحياة قليلة لذاتها